مثل این مردکی عبدالظاهر داعی و مثل ابو عبیدالله متوکل و تور همین ابو همین اینترنت تور شدگه افرادی پیدا شدن به مانند عبدالظاهر داعی و عقیده خود صحیح و درست میدونن و عقیده ما را باطل میدونن که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه. عقیده او باید بروند عقیده بخونن. کافر هم خودشونن، مرتد هم خودشونن، منافق هم خودشونن، زر خرید هم خودشونن. اینا نه ننگ دارن نه ناموس دارن. کافر و مرتد و مشرک شمایید. عزیز برادر محترم، فکرتان باشه که شما تاجیک ها که هستین به طول زیاد وقت چی بوده در مملکت شما؟ اول روسا و مثلا سیوزنا میگفتن، اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی بود، شما او را سیوزنا میگفتین. اینا که اصلا بسیار فشار داشتن و مردم تاجیکستان را نمیگذاشتن و تا امروز مشکلات در کشور شما هست. اونجا درباری ها بسیار زیاد است که حتی پشت ما را هم گرفتن، یگان دفعه نامای ما را میگرفت یا گوسپا و عبدالظاهر و دایی نام دارن. شما کوشش بکنید. نصیحت ما برای شما ای است که برادر محترم، انما المؤمنون اخوتون، ما و شما برادر یکی دیگه هستیم و انی احبکم فی الله. شما تاجیک ها را به خاطر الله دوست دارم. اینال شما کوشش بکنید که تعصبات قومی را که مطرح میکنن، قوم پرستا زبانی را مطرح میکنن، زبان پرستا سیاسی و مذهبی اینیا را به یا مبتلا نشین، چرا بزرگترین فتنه ها اینا هستند. سوم نصیحتی است که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. جنگ فکری چه قسم است که یک تعداد از ملاهای درباری چرب زبان یا یک تعداد فیسبوکی ها و یک تعداد اینمی چی میگن دمی چیزا که هستن تیک تاکی ها، اینی تیک تاکی ها که هستن یا به شکل از اشکال شما را میخواین که گمراه بسازن، به ضد مجاهدین یا هستن، به ضد جهاد اینا هستن، به ضد اسلام اینا هستن، غلام و نوکری اینا میکنن. کوشش کنین که تحت تاثیر جنگ فکری نرین. چه قسم میشناسین یارا؟ گپای 5 سال پیش شام بشنو از هر کس، 5 سال پیش شام بشنو آلش هم بشنو. اگه گپ 5 سال پیشش کاکت گپای آلش یک قسم بود، معلوم میشه که این مسلمان خوب است. اگر امایی که دید که نه پاچا تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، رئیس جمهور تبدیل شد، گپ از هم تبدیل شد، این چی میکنه؟ لحظه به لحظه تبدیل شده میره و تغییر شده میره و به نفع از که این چی است. یا حزب پرست است، حزبش تبدیل شد، یا قوم پرست است، قومش تا وقتی که قومش مثلا در قدرت بود، این دیگه بسیار اگر کافر بود، اگر بیدین بود، بسیار رو تایید میکنن. اگر باز قومش نبود، باز او را رد میکنن. این از این چیزها خدا از درباری و از رسانه های بیدین و از کسایی که گمراه هستند، اگرچه زبانشان بسیار شیرین است و قلبایشان از زارم بدتر است. دیگه برادر چهارمی نصیحت می از برادر عزیز، شما از او عالم، از او استاد، از او دعوتگر تعصب نکنین که فلان یکی اختیار کنین خلاص بگین امید خوش دارم. نه، گپ هر عالم، هر دعوتگر و هر کسی که به قرآن سنت موافق باشه این قبول بکنید. اگر گپش مخالف قرآن سنت بود رد بکنید، هر کس باشه. بهتون نگوین که والا من نمی استاد دایی را خوش دارم هر چی که گفت. نه، گپ استاد دایی را با قرآن و سنت مقایسه بکنید. دیدی که با قرآن و سنت برابر از خوب نبود، گپ مرا به دیوال بزنید. سپر هیچ گپ اعتبار ندارم. جزاکم الله خیرا.